سلام و درود. میخوایم بیایم در حقیقت یک جلسه زوم، لینک زوم بسازیم، بفرستیم برای دوستامون یا برای کسی که بیاد در اون جلسه شرکت کنه. ببینید این صفحه زوم وقتی که باز میکنیم، اپلیکیشن زوم باز میکنیم، یه سری در حقیقت اینجا داریم میبینیم دیگه آیتم های مختلف داره. یکی از آیتماش همین اسکجول کردنه، همین مثل علامت تقویم داره، روش میزنیم یک چنین صفحه باز میشه. درست شد. اینجا میتونیم ساعت رو انتخاب کنیم، ساعت شروع رو انتخاب کنیم، ساعت پایان رو انتخاب کنیم. میتونیم اصلا دست نزنیم، بذاریم به همین حالت بمونه، به همین حالت بمونه. فقط یه مطلب اینجا میمونه، اگر ما در حقیقت آبونمان زوم رو داشته باشیم که فکر کنم سالانه است، در حدود نمیدونم حالا چقدره، دقیق نمیدونم، ولی فکر میکنم حدود 300 تا 300 خورده 200 یورو حداقل آبونمان سالانش هستش. ماهانه هم میتونیم بگیریم، 6 ماه هم اگر آبونمان داشته باشیم، که البته نیازی نیست. آبونمان داشته باشیم خب لیمیت نداره، یعنی وقتی که ما جلسه زوم رو باز کنیم میتونیم حالا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت تا هر وقت که بخوایم میتونیم تو اون جلسه زوم بمونیم. ولی اگر ارزم خدمتتون آبونمان نداشته باشیم، اون جلسه زوم نهایت زمانی که ما میتونیم درش باشیم 45 دقیقه هستش. سر 45 دقیقه زوم بسته میشه، که بهترین حالتش اینه که قبل از اینکه تموم بشه، یعنی مثلا فرض روی زمان 40 دقیقه 43 4 دقیقه رسیده، اون زوم رو ببندیمش، بیایم یه لینک جدید بسازیم و بفرستیم برای دوستامون یا منتیمون، فرق نمیکنه، بفرستیم که بیاد توی جلسه زوم بعد، یا توی 45 دقیقه تموم کنیم جلسه رو، یا تو 45 دقیقه تموم کنیم، یا اگر میخواد ادامه دار باشه بهترین کار اینه که قبل از تموم شدن 45 دقیقه اون جلسه رو ببندیم و یک لینک جدید مثل الان من ببینید روی این سیو میزنم و میاد اینجا سیو میشه. ببینید اینجا اومد سیو شد. ما جلسه شبکه‌ای نداریم، اینجا اومد سیو شد. اینجا من این سه نقطه رو میزنم و میزنم کپی، در حقیقت کپیش میکنم این لینکو و میبرم روی واتساپ، پیستش میکنم، به همین راحتی میفرستم میره. ارزم خدمتتون یه مورد دیگه که هست، اگر حواسمون نبود 45 دقیقه تموم شد و جلسه یک مرتبه تعطیل، مثلا در حقیقت زوم بسته شد، تو اون حالت باید فکر میکنم یه رو بعد بین دو تا زوم زمان بدیم تا بتونیم لینک بعدی رو بسازیم. لینک بعدی رو اگر خود زوم بسته بشه، 45 دقیقهش تموم بشه و بسته بشه، بعد یه زمانی رو حالا خودش اعلام میکنه، فهم 1 ربع هستش، یه رو بعد بین دو تا زوم زمان بذاریم تا بتونیم لینک بعدی رو بسازیم. این یه راهش هست. یه راه دیگهش هم میتونیم بیایم این بالا. درست شد. از این بالا بیایم، ارزم خدمتتون، سویچ اکانت، میبینید یه اکانت جیمیل دیگه خود یا یه اکانت دیگه خودمون رو انتخاب کنیم و بریم با اون یکی بسازیم لینک بعدی رو. مثلا الان ببینید من اینو اومدم بستم، اومدم شدش با این یکی اکانت هم، میبینید عکس تغییر کرد. بذارید من اینم پاکش کنم، اینو من بیام دیلیتش کنم، اینو دیلیت کنم. بریم مثلا میام اینجا الان یه دونه میسازم. این چون این در حقیقت زوم من پولی نیست، آبونمان ندارم با این یکی اکانتم، این از اونایی که 45 دقیقه تموم میشه. اینجا زده 14 و 30. من اینو ببینید اگر بیام بذارم 15 هم قبول، بریم میبینید این پایین چی داد، به من اجازه نمیده، میگه 40 دقیقه شما میتونید از زوم استفاده کنید این پایین. پس اینو من میتونم بذارمش رو 15 و 45 که بازم قبول نکرد. مثلا میتونم بذارمش روی، ببینید قبول نمیکنه اینجا رو. اینجا رو مثلا میذارم روی 14 و 30، اینجا رو میام عوض میکنم، میذارمش دستی 14 و 40 که همون 40 دقیقه رو بتونم استفاده کنم. درست شد. پس قبل از 40 دقیقه که بازم قبول نکرد متاسفانه. به هر حال قبل از 45 دقیقه، قبل از پایان اون زمان، ما باید چیکار کنیم؟ بیا ببندیم اون زومو، بیایم لینک جدید بسازیم، یا اگر این کار رو نکردیم بیایم
از اینجا این بالا بزنیم، سویچ اکانت بزنیم. میتونیم اگر اکانت دیگرمون نیست میتونیم اینجا بیایم یه دونه اکانت دیگر رو انتخاب کنیم و در حقیقت یه اکانت جدید دیگه بسازیم و باش بریم جلو. اون موقع یعنی بشه اکانت دوممون در حقیقت توی این سویچ اکانت. میبینید من اشتباه زده بودم، معذرت میخوام. میشه اد اکانت، اینو میزنیم، میایم روی جیمیلمون میزنیم، یه جیمیل دیگر رو انتخاب میکنیم، از جیمیل دیگه مثلا انتخاب میکنیم، مثل اینجا به فرض مثال میزنم ادامه، این حالا اوپن. ببینید این شده الان یه اکانت دیگه. پس اینجا بالا اومدم ببینید 3 تا اکانت هم وصل شده. حالا هر کدوم بخوایم که یکی آبونمانشو دارم، این دوتا دیگه آبونمانشو ندارم. این دوتا دیگه 45 دقیقه هست، این بالایی و پایینی 45 دقیقه هست، ولی وسطیه چون آبونمانشو گرفتم ایلیمیت هست. ببین پایینش میشه آپدیت نیو، میبینید درخواست آپدیت کرد، یعنی برم پولیش کنم. اما وقتی که میام روی این اکانت اصلیم که برای جلسات استفاده میکنیم دیگه اون حالت آپدیت رو نمیبینیم، چون به هر حال قبلا هزینهش پرداخت شده هستش. زنده باشید. فعلا.